با یکدیگر و از هم جدا باشید. بگذارید نسیم بهشتی در میان شما به رقص درآید. یکدیگر را دوست بدارید، اما از عشق بند نسازید. بگذارید عشق همچون دریایی در کرانه‌های روح شما جریان یابد. جام یکدیگر را پر کنید، اما از یک جام ننوشید. نان یکدیگر را به هم وام دهید، اما از یک قرص نان نخورید. با هم بخوانید، با هم برقصید، با هم شادمانی کنید، اما تنهایی یکدیگر را ارج نهید. همچنان که تارهای عود از یکدیگر جدایند، هرچند که با یکدیگر به ترنم در میآیند و نغمه می‌سرایند. به یکدیگر دل بسپارید، اما دلهای یکدیگر را تصرف نکنید، زیرا این فقط دستهای زندگی هستند که می توانند دل آدمی را نگه دارند. با هم برخیزید، اما چنان به هم نزدیک نباشید، زیرا معبد روی ستونهای جدا از یکدیگر است که بر پا می ایستد و درخت بلوط و سرو در سایه یکدیگر رشد نمی کنند.